السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز گرامی قدر، اکثریت مردم یعنی قرآن طلب میکردن، این حال قرآن هایی که عکس بودن از سببی که الله اعلم دلار خیز دیگه و دیگه قرآن ها قیمت شده هستن 500 روبل. برای انسان هایی که قرآن خوندن میخواهن 500 روبل از انشالله که میکشیم قرآن های تجوید دارن. از همتون خواهش میره به دیاران برسانین و در اینجا 50 دانه قرآن تحفه کرده میشه برای انسان هایی که قرآن خونده میتونن. یعنی چخیل خونده میتونن ما پرایکشو میکشیم قرآن هم خیل میگیم بخوام برادر عزیز. مثال بگیریم اینجا نسیگی سوره طور ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. مثال اینجا مثل بخونه ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون. کسی که خونده بتونه انشالله 50 دانه قرآن هم خیل برادر اسماعیل تحفه کرده گی طرف فنجکند ای برادر به نهایت برادر نزدیک مونه به خاطر الله خواست که 50 دانه قرآن تحفه کنه. هر انسانی که قرآن خونده میتونه با جا مکان ما را میآید. در اینجا مثال ما بپرسیمش ایزا نکشه بخونه قرآن برای بسیاری مردم میگیرن در خانه میمونن. این قرآن برای خانه دم ماندن نیست و مثل پمیت این قرآن برای تلاوت قرآن. الله چی میگه در قرآن؟ ورتل القرآن ترتیلا. شما قرآن را با تجوید یعنی تلاوت بکنین با تمام نازکی هاش. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن چنان که اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. قرآن را بخوانین بدرسی که قرآن روز قیامت شفاعتگر می باشد برای انسانی که او را تلاوت میکنه. الله سبحانه و تعالی هر کدیم ما و شما را نصیب تلاوت قرآن بگردانه و انسان هایی که قرآن خواندن میتوانند کوشش کنین یاد بگیرین. اگر ما و شما وقت خود را زیاده از 20 روز یا 25 روز اگر صرف کنیم انشاءالله که قرآن خوانی را یاد میگیریم. خب برادران عزیز جا مکان ما این اینجا بیتیره که ناگ نسیگی کو این اینجا میبینین این اینجا راست اینجا جوی ما های و این اینجا را انشاءالله که میرین اوجاش جوی زنکو های اینجا جوی زنه های اینجاش جوی مرد ها. خب دوستان عزیز در امان الله باشین با دعا باشین. خداوند همه ما و شما را موفق بگردانه و علم مفید و رزق حلال و عمل هایی که نزد پروردگار قبول هستند الله اونها را نصیب من بگردانه. در امان الله. السلام علیکم.